میگن بعضیا از دل جهنم به دنیا میان. از همون لحظه تولد انگار شیطان دستشون رو گرفته. اودی، پسر صدام حسین، یکی از اون آدم‌ها بود. نه قاتل، نه دیکتاتور. یه چیزی فراتر از اون. یه موجودی که از ترس لذت میبره. بعضیا هنوزم میگن شبایی که باد از کنار کاخ رد میشه، میتونی صدای خندش رو بشنوی. از همون بچگی عجیب بود. وقتی بقیه گریه میکردن، اون میخندید. وقتی حیوانها رو میدید، نگاهش خیره میموند. بی احساس. انگار دنبال چیزی میگشت. یه نقطه‌ای از تاریکی. صدام بهش میگفت تو ادامه منی. ولی بقیه میگفتن اون اشتباه طبیعته. اودی از قدرت بیزار نبود. عاشقش بود. و هر کسی که بین اون و قدرت می ایستاد حذف می شد. بی صدا. جلوی دوربین یه شاهزاده لبخند زن بود. ولی پشت درهای بسته یه فرمانروا با قانون خودش. قانونی که با ترس نوشته شده بود. همه بهش احترام میذاشتن، اما هیچ کس نمیخواست چشم تو چشمش بشه. چون نگاهش یه حس عجیبی داشت. مثل نگاه کسی که از توی روحت عبور میکنه. اودی تو بغداد یه عمارت داشت. یه قصر بزرگ با اتاقهایی که درهاش همیشه قفل بود. میگفت هیچ کس حق نداره اونجا بره. حتی خدمتکارا. یه نگهبان قدیمی بعدها گفت شبا صداهایی می اومد از زیر زمین. انگار کسی حرف میزد یا میخندید. ولی هیچ کس جرأت نکرد بره پایین. میگن یه بار خودش به شوخی گفت اینجا جاییه که حتی خدا هم نمیتونه نجاتت بده. با گذر سالها خودش هم از خودش میترسید. نمیخوابید. چون میگفت کابوساش واقعی‌این. میگفت صدایی میشنوه که هر شب اسمشو صدا میزنه. شاید برای اولین بار اون حس ترس رو خودش تجربه کرد و همین شروع پایانش بود. وقتی حکومت صدام سقوط کرد، اودی هم توی جهنم خودش فرو رفت. تنهاتر از همیشه، زخمی و بی‌قدرت. اون که یه عمر از ترس مردم زندگی می‌کرد، حالا خودش شد اسیر ترس. میگن روز آخرش فقط یه جمله گفت. من همیشه پادشاه بودم، ولی نمیدونستم تاجم از آتش ساخته شده. اودی، پسر شیطانی صدام، یه هیولا با چهره انسان که حتی شیطانم ازش فاصله گرفت. ولی اگه یه شب صدای خنده‌ای از دور شنیدی، شاید هنوز اونجا باشه. نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسید. لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای رازهای بعدی با ما همراه باشید.